بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، قبول باشه عزاداریاتون، عرض محبت هاتون به ساحت آل الله علیهم صلوات الله، مخصوص حضرت سید الشهدا. انشالله که فرصت همراهی تا پایان این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدا رو هم داشته باشیم. این آخرین شبی هستش که محضر حجت الاسلام المسلمین از قردوست هستیم و میخوایم این برنامه رو به یاری خدا درباره تکالیف زائران اربعینی امام حسین و آثاری که از این زیارت گیرشون میاد با هم صحبت. بسم الله. همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه ما زیارت اربعین هست و زائرانی که در این مسیر قدم میگذارن. متخصص و بلد راهمون هم حجت الاسلام المسلمین از قردوس هستند که با اجازه شما با ایشون سلام و احوالپرسی کنم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه. خوش عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیزم سلام و قوامی عزیز، مردم عزیزی که و زائرای عزیزی که از قاب تلویزیون دارن نگاهمون میکنن. شبکه قرآن اسمشو بذاریم شبکه اربعین سید الشهدا که داریم الان از اربعین صحبت میکنیم و از مسیر اربعین ابا عبدالله و از مؤمنینی که خودشون رو آماده میکنن برای زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام. انشالله که قدممون، قلممون، بیانمون، گفت و شنودمون مرضی رضای وجود مقدس و نازنین امام زمانمون ابا عبدالله الحسین و مادرشون از زهرا سلام الله علیها باشه انشالله. الهی آمین انشالله به دعای خیرت. خب همین که فرمودین، مردمی که دارن آماده میشن برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام، خب این آماده سازی غالبا در این خلاصه میشه عموما تو این سالهای اخیر که منکول پشتیم چقدر وزنش باشه، چقدر جا داشته باشه. در این حال جلسه قبل گفتین نمیدونم ظرف آب لیمو و نمیدونم حالا مایحتاجی که هست، توصیه هایی که میشه کسانی که سالهای قبل رفتند یا مدیر کاروانی احیانا اگه باشه ما توصیه میکنن و اینا برای آماده سازی. خب این یک سری آمادگی های ظاهری و جسمانی هستش که ما باید کسب بکنیم، همه سر جاش مهم و درست هست. اما ظاهرا یه آمادگی های دیگری هم لازمه برای قدم گذاشتن توی این مسیر، هم قبلش هم در حین سفر، که حالا شاید بشه عنوان تکالیف یک زائر اربعینی امام حسین رو برش مترتب دونست. اگه صلاح تونستین راجع به اینم صحبت بکنیم خوبه به نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که ما نیاز به این داریم که یه امکاناتی آماده کنیم برای این سفر، نیاز به این داریم یه مقداری معرفتمون رو نسبت به این سفر بالا ببریم. عرض شد تو جلسه گذشته اولین مسیری که ما باید تو این مسیر معرفتی دنبال بکنیم اینه که ما رو دعوت کردن داریم. کی ما رو دعوت کرده؟ اماممون دعوت کرده. کی ما رو دعوت کرده؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها دعوت کرد. و اصلا ما رو طلبیدن بریم اونجا خودمون رو بسازیم. لذا به خاطر همین ما اربعین رو میگیم اربعین یک اربعین تمدن سازه. اربعینی تمدن ساز خواهد بود که اول من خودم رو ساخته باشم. اساتید ما، بزرگان ما این سفارش رو ما کردن. به زیارت سید الشهدا علیه السلام میخواید برید، اولین مسیرش اینه که یه توبه حقیقی انسان انجام بده. سفارشم به عزیزان دلم زائرین اربعین و به خودم البته در وهله اول، یه توبه اساسی بکنیم. اون زشتی ها رو کنار بذارید، بدی ها رو کنار بذارید. یه عزیزی میگفت که وقتی میرید توی مغازه عطر فروشی بیرون که میای همه میگن عطر به خودت زدی. میرید قصابی گوشت بخری میان همه میفهمن تو گلوکون قصابی بودی. حیف آدم بره این مسیر رو بوی امام حسین نگیره. وقتی برگشت بگن این امام حسینی ها، نه خدای نکرده مثلا تو این مسیر بره و بیاد هیچ اتفاقی نیفته و این زیارت عادی بشه برای انسان. نه، باید خودمون رو آماده بکنیم. لذا امام هم به ما نگاه میکنه.
ما این مسیری داریم قدم برمیداریم که یکی از آرزوهامون اینه که در کنار امام زمانمون داریم قدم برمیداریم. معیت با امامی که راجبش بحث کردیم و صحبت کردیم. اصلا خودشون فرمودن مگه میشه ما به شما حواسمون نباشه؟ ما همیشه حواسمون به شما هست. خواهشم اینه، یعنی یه جوری برنامه ریزی بکنیم. اولا که امام زمان ما رو میبینه، نامه عملمون رو میبینه. فرمودن تو روایات که 2 مرتبه در هفته آقا نامه عملمون رو. چقدر خوبه که نامه عملمون پیاده روی در مسیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. و چقدر قشنگتر این که انسان خودشو وصل کنه به این چشمه جوشانی که داره میجوشه، این مصباح خدا، این کلید هدایت، این سفینه نجات، این کشتی نجات که نجات میده واقعا انسان ها. تو این چند روزه از دنیا دل بکنیم، خودمون رو وصل کنیم به این کلید هدایت، تو مسیر هدایت ابا عبدالله قرار بگیریم. دیگه داریم نزدیک میشیم به خیمه حضرت. شاید اینجا بگیم هرچند دور نیست، فرمودن هر جا خیمه و نام و پرچم ابا عبدالله باشه اونجا زیر قبه امام حسینه. بله. اما داریم خودمون رو نزدیک میکنیم. این نزدیک تر شدن، رسیدن به زیارت سید الشهدا و قبر مطهر وجود نازنینش، به تبعیت از زینب کبری سلام الله علیها، به تبعیت از امام زین العابدینی که اولین زائرهای 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن. اینایی که وقتی به اون دورایی رسیدن اومدن سوال کردن خانم جان یا امام زین العابدین کجا بریم؟ از عمم زینب بپرسید. اومدن خدمت زینب کبری سلام الله علیها که ما رو ببرید به سمت کربلا و بریم زیارت کنیم قبر سید الشهدا علیه السلام رو. به تبعیت از اینها ما داریم این مسیر رو دنبال میکنیم. یه راهبردی هم داشتن، هدفی هم داشتن که این زیارت رو جا بندازن. وقتی رسیدیم به اونجا، بینی و بین الله بگیم زینب جان یا امام زین العابدین، آی اسرای برگشته از کوفه و شام، آی مصیبت دیده ها، یه کمکی به ما بکنید، ما این دلامون رو اینجا صاف کنیم. خیلی مهمه که این دلها رو بسپریم. یه وقتی ما میریم اونجا زیارتی میکنیم کم هم نخواهیم ما، مثل اون سلمونی نیشابور وقتی تو این قدمگاه اتفاقات عجیبی افتاد. یکی از اون اتفاقات این بود که آرایشگری بود سلمونی قدیم که میگفتن سلمونی، اومد محضر امام رضا و گفت آقا من با آقا نمیخوام حرفی بزنم چون آقا رو توی کجاوه قفلدار بردن، من آقا نمیخوام باهاشون صحبتی بکنم، اجازه بدید میخوام برم آقا تو سفرن محاسنشون رو کوتاه کنم. آقا اجازه دادن و ایشون رفتن. رسیدن به امام و اون سنگشون و اون چاقویی که با سنگ تیز میکردن و اینا رو آوردن. مشغول کارشون بودن، با خودش فکر میکرد من از امام چی بخوام؟ پول بخوام؟ ماشین بخوام؟ حالا من اضافه میکنم خونه بخوام؟ چی بخوام از امام؟ اون سنگی که باش قیچیشو یا چاقوشو تیز میکرد تبدیل به طلا شد. گفت آقا جان یا علی ابن موسی رضا، من که از شما طلا نخواستم، من از شما چیزی نخواستم. آقا امام رضا گفت از چی میخواد؟ گفت آقا جان من از شما خود شما رو میخوام، خودت رو میخوام آقا جان. که اونجا امام رضا بهشون یه قولی دادن. این قولیه که همه اهل بیت ما دادن که ما 3 جا بهتون سر میزنیم، شما به زیارت ما بیاین، ما 3 جا بهتون سر میزنیم. 1 تو عالم احتضار، 2 تو عالم قبر، 3 تو عالم قیامت، جاهایی که واقعا دستمون کوتاه، واقعا دستمون خالی، کاری نمیتونیم بکنیم مگر لطفی ما بکنن. ابوسعد میگه یه روز دیدم امام رضا توی جلسه علمی بلند شدن لبیک لبیک. آقا به علم امامت رفتن، برگشتن گفتن آقا جان کجا رفتید؟ گفت ابوسعد بین راه به یه سلمونی نیشابوری قول داده بودم که 3 جا بهش سر بزنم. 1 عالم قبر احتضار، 2 قبر، 3 قیام. رفتم به زانوم گرفتم از دنیا رفتم کف دف پا شدم اومدم. اللهم ارزقنا. از امام رضا خود امام رضا رو خواست. ما هم اینجا امروز
و امشب این رو بگیم: آرزویم نه به دل باغ و بهشت و حور است، نه مرا جنت و فردوس برین منظور است. یا غریب الغربا زاده قلب زهرا، خواهشم خواهش سلمانی نیشابور است. حسین جان، ما هم خود شما رو میخوایم، اینو بخوایم از حضرت، خودشونو بخوایم انشاءالله. خیلی ممنونم. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم. شاید حرف دل اون سلمانی نیشابوری به امام بخوایم توی یه بیت بگیم، اینم باشه که ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت چیزش. واقعا تو همین چند لحظه که آقای اصغر دوست عزیز فرمودن، بازم هرچی دارم فکر میکنم میدونم انصافا از امام حسین غیر از امام حسین خواستن هر جوری حساب میکنم باز ضرره. یعنی هر چیزی که بخوای معادلش رو ببینی کف ترازو امام حسین، باز یه چیز دیگه باز امام حسین سنگین تره. الهی که خدا نصیب و قسمت هممون بکنه خود امام حسین و بهشت امام حسین رو در دو دنیا، در همون جاهایی که این سلمانی نیشابوری تجربهش رو داشت، ان شاءالله قسمت ما بشه. خب یه آثاری هم برای زائران امام حسین هستی که کمتر بیشتر به درجه معرفت و اون آگاهی که هست همین معرفت امام رو از خود امام خواستن. به تناسب آثار متفاوت و مختلفی ممکنه برای زائرین داشته باشه. یه قدری راجع به آثارش برامون صحبت بکنید و اینکه چجوری اینا رو نگهشون داریم. یه جمله بگم چون حسن ختام جلسات ما هم هست. ما تو زیارات داریم که منظاره سید الشهدا علیه السلام عارفاً به حق وجبت له الجنه. کسی که با معرفت زیارت کنه بهشت برش واجب. اجازه میدید اعتقادم رو بگم که بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. به وقت مرگ چشمم را نبندید که چشم من به سیمای حسین است. نخواهم بر مزار من چراغی، چراغم روی زیبای حسین است. حسین است. واقعا اعتقادمون اینه. ما اصلا بهشت بدون امام حسین رو نمیخوایم، بهشت بدون ابا عبدالله رو نمیخوایم. آی زائرای اربعین، آی اونایی که از کربلا برمیگردید، چه کنیم حفظ کنیم این فضا؟ همون چیزهایی که ما تو ثابت قدم بر ایمان بودن، حالا من یک مسیرش رو عرض میکنم. فرمودن لئن شکرتم لازیدنکم. اگر کسی شکرگزاری نعمت خدا رو بکنه، خدا برش زیاد میکنه. بینی و بین الله، حالا خودم رو عرض میکنم کمتر این کار رو کردم، چقدر نشستیم بگیم خدایا شکرت به ما امام حسین دادی. ما تو آیه قرآن داریم و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن بندگان شکرگزار خدا، خیلی کمن. جای دیگه قرآن داریم راجع به حضرت نوح میفرماد انه عبدا شکورا، که نوح پیغمبر بنده شکرگزار خدا بوده. من رفتم نگاه کردم توی روایات، امام صادق علیه السلام میفرماد میدونید چرا به نوح میگن بنده شکرگزار خدا؟ چون در طول روز 3 مرتبه این دعا رو میکرد: الحمدلله، خدایا شکرت. حالا دعاش خیلی مفصله. خدایا شکرت بر نعمتهایی که به من دادی، بر سلامتی که به من دادی، و خدایا این سلامتی و نعمت رو بر من حفظ کن. ما هم بگیم برای اینکه نعمتمون زیاد بشه، شکرگزاری نعمت خدا رو بکنیم که خدای شکرت به ما امام حسین دادی و تو این مسیر شکر بر نعمت ابا عبدالله بر ما زیاد بشه، این نعمت زیاد بشه. نعمت وجود مقدس نازنین سید الشهدا علیه السلام رو برادرای عزیز، خواهرای محترمی که میبینید، فقط شکرگزاری نعمت. اولا رفتیم درک نعمت کردیم، حضور در کنار نعمت،
و بعدم شکرگزاری نعمت زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام که میگن حضرت عیسی روح الله رو کردن به خداوند متعال، عرضه داشتن خدایا همنشین من رو به من نشون بده. یه پیرزنی رو بهش نشون دادن. این پیرزن از 2 تا چشم نابینا و از 2 پا فلج. گفتن آی پیرزن، رفت حضرت عیسی روح الله، پیرزن چه میکنی؟ پیرزن هم الحمدلله علی نعمائه و شکر علی آلائه. گفت به چی داری شکر میکنی؟ تو که هیچ نعمتی نداری. گفت خدا رو شکر، دلی ذاکر، زبانی شاکر و قلبی صابر دار و بدنی صابر دار. این شکرها رو انجام میده. میگفت شکرگزارم این که قلبم، درونم شاکر به نعمت خداست، زبانم هم که در حال شکرگزاریه و تنم هم که صبر میکنه در برابر این مشکلات. خب وقتی این شکرگزاری رو به این جور داره انجام میده، میشه همنشین عیسی روح الله. وقتی ما شکرگزاری نعمت ابا عبدالله رو انجام بدیم و هر روز همین شکرگزاری رو داشته باشیم، نتیجهش میشه که انشاءالله وقتی اون لحظه ای که دستمون کوتاهه و دستمون به جایی نمیرسه، آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بیاد دستمون رو بگیره. به قول اون شاعر که او که اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده. گفت آزادش کنید این بنده را، خانه آبادش کنید این بنده را. این که در پیش شما گردیده بد، جسم و جانش بوی روزه میدهد. مادرش او را به عشقم زاده است، گریه کرده بعد شیرش داده است. نظر عباس هم به تن کرده کفن، روز عاشورا شده سقای من. این که اینجوری ما رو بخرن. امام حسین علیه السلام چجور به ما لطف کرده، ما رو دعوت کرده، ما رو برده به سمت خودش. وقتی آخر عاقبت خودمون رو هم دست ابا عبدالله بدیم. اولا امام حسین رو خواستیم، آقا خودتو میخوایم. بعدم زندگیمون رو دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام گذاشتیم. بعدم شکرگزار این نعمت بودیم. این شکرگزاری است که من و شما رو میرسونه به اون عرش الهی که فرمود عرش الهی عرشیه که مکتوب علی عرشه ان الحسین مصباح الهدی و سفینة نجات. انشالله برسیم به اون عرش الهی که جز کشتی نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست. انشالله زنده باشید. یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این همه عشق و معرفت و شور و شعور و همه اینها که در این زیارت و در این مسیر هست و برای کسی که توی این مسیر قدم میذاره کمتر بیشتر حاصل میشه. نکته‌ای که هست این